سلام دوستان عزیز، بسیاری شما این حکایه رو شنیده باشید یا اینکه نشنیده اید. روز حضرت موسی از خداوند میپرسند: ای خداوند، بگوید بر من که در بهشت همسایه من کی میشود؟ خداوند در جواب میگوید: در این سراغه قصب گفتنی یک شخص است، انا همون همسایه تو در بهشت خواهد شد. موسی به قیافه آدم میگذرند، زود به آن شهر میروند. میبینند که یک مرد مشغول کار از دیگر آدم ها یکون خیلی فرقیت ندارد. حیران میشوند و او را میپاییدند. وقتی بیگاه میشود، حضرت موسی به نزد آن قصاب میروند و میگویند: ای قصاب، من از شهر بیگانه هستم، میخواهم یک شب در خونه میمونم. در این شهر یکون خویش و تبار ندارم. قصاب زود مهمان را به خانهش میبرد، برای یک مهمان دسترخوان میآورد و خوراک را پیشکش مهمان میکرد و یک طبق دیگر کمی خوراک میگیرد، به کنج خانه میرود. در یک سبد را باز میکند و با آن سبد با کسی با دستان خودش خوراک میدهد. موسی که این را دیده ایستاده بود، مشاهده کرده ایستاده بود، در حیرت میماند و با خود میگفت که در آن سبد کی باشد. وقتی که قصاب کارش را به اتمام میرساند، خوراک تمام میشود و بیرون میبرد. موسی از جایش میخیزد، زود در آن سبد را باز میکند که در آنجا یک پیرزن بود. پیرزن پیری فرسوده، از دستش هیچ کار نمیآید، حتی راه گشته نمیتواند. موسی میپرسد: تو کی هستی؟ در اینجا چی کار میکنی؟ پیرزن میگوید: من مادر آن قصاب هستم. چند سال میشود که بیماری سختی شدم و پسرم مرا نگاه بینی میکند. و باز موسی میپرسد: تو یگان خواهش داری؟ پیرزن میگوید: بله، من هر روز دعا میکنم در حق پسرم که وقتی که وفات میکند خداوند در بهشت همسایه موسی گرداند.